بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید و دیگران بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. چخیلی که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرماید الدل علی الخیر کفاعله، هم کسی که دلالت میکند به یک خیر مثل همون انسانی فاعلش است. ما در درس‌های پیش درباره سبب‌های جلب کردن رزق سخن زده بودیم. امروز درباره سبب‌هایی که رزق را منع میکند و سبب‌هایی که انسان به فقر، به بی‌نوایی و کمبغلی نزدیک میکند. یکی از آنها این چی است؟ این زنا است. زنا گناه کبیره است و چه خیلی که الله عز و جل میفرماید ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبیلا. الله عز و جل میگوید که زنا را نزدیک نشوید. زنا را نزدیک شدن با سخن زدن، با نگاه کردن، با رفتن، با دست کردن، خاصه به همین چیزها زنا را نزدیک می شود. همین چیزهایی که مقدمات زنا الله حرامش کرده است. الله میگه زنا را نمیگه که زنا نکنید، میگه که زنا و زنا نزدیک نشوید. چرا؟ انه کان فاحشه. هر آینه میگه چی؟ زنا فاحشه است. فاحشه این حدودی که الله گذاشته است، او را تجاوز کردن، گذر کردن، این فاحشه میگن. در فاحشه هم اسم می‌دارد، دشنام، زنا، همه اینا در فاحشه می‌دارد. این میگه زنا از فاحشه است. و ساء سبیل، و چه راهی بدی است و سبب فقر انسان میشود. انسان وقتی که زنا میکند، زنا سبب فقر میشود برای او، سبب بینوایی، سبب از یعنی که برکت رفتن میشود، برکتی مالش نیست میشود. الله او را به فقر دچار میکند. خیلی که از ابن حبان در ثقات از طریق مکحول الشامی فرمودند که قال لی ابن عمر. مکحول شما میگه که ابن عمر برای من گفت، پسر عمر رضی الله عنه گفت که یا مکحول، ای مکحول، ایاک و الزنا، از زنا دور شو، هرگز زنا نکن، فانه یورث الفقر. هر آینه زنا انسان به فقر میبرد، به بی‌نوایی و کمبغلی میبرد، به بی برکتی میبرد. برای همین یکم سبب از سبب‌های فقر، از سبب‌های نیست شدن برکت این چی است؟ این زنا است. دویم سببی که از سبب‌های رزق را منع میکند و انسان به فقر، به کمبغلی و بی‌نوایی میبرد و برکت را از الله از او میگیرد، این چی است؟ این در ترازو کم کردنی، یعنی فریب کردن در ترازو، نقص کردنی وزن، مردم فریب کردن در وزن. حدیث دراز است خیلی که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید و گویا که پیامبر بزرگوار بین ما باشد. همین حدیث درباره واقع حیات ماست، یعنی خیلی که آذر حیات ما رو خدا داده ایستاده است. گویا که پیغمبر در ما بین ماست و همین واقعیتی، همین حال برای ما شرح میدهد. پس پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که معشر المهاجرین، یعنی یک روزی میشیند و مهاجران را نصیحت میکند. میگه ای معشر مهاجران، ای مهاجران، خمس اذا ابتلیتم بهن، 5 چیزی که اگر شما با آنها مبتلا شدید، شما با آنها دچار شدید، 5 چیز میگه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. اعوذ بالله ان تدرکوهن، و من پناه میبرم به الله، پناه میبرم که شما همین 5 چیز را درک نکنید، دریاب نکنید، به همین 5 چیز نرسید. از الله پناه میبرم که همین 5 چیز، به همین 5 چیز دچار نشوید، روبرو نشوید. بعد میگوید که لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتى یعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. همین حدیث، در همین حدیث 5 خصلت هم هست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم ما را آگاهی میدهد، امت چه آگاهی میدهد از یک خطرهایی که خطر مرتکب شدن همین خیل فاحشه ها و اظهار کردن همین فاحشه ها و پافشاری در همین خیل فاحشه ها. چه فاحشه نباشد، چه گناهی نباشد، مثل زنا و دیگر چیزها. برای پیغمبر میگوید که اگر فاحشه ظاهر شود در قوم، آشکار شود، حتی که همون فاحشه را اعلان کنن، پهن کنن، مردم همون فاحشه ظاهر و عیان شود. پیغمبر میگوید که در آنها وقتی که همین فاحشه ها اعلان کردن فاحشه را، زنا و لواط و همه چیزی که هست، چی نمود فاحشه نباشد، همین فاحشه وقتی که اعلان کردن، در آنها میگه در همون قوم طاعون فرا میگیرد. همون قوم طاعون فرا میگیرد. طاعون یک بیماری است، همون قوم فرا میگیرد که همه را میکشد و همون قوم به یک بیماری های دچار میشوند. ببین پیغمبر چی میگه؟ در پیشینیانشان
این خیلی بیماری ها نبودن. یعنی پیش در اجداد آنها که گذشته رفتن، پیشینیان آنها این خیل بیماری ها را نداشتن. مثل چی بیماری ها؟ مثل سیفلیس، مثل سپید، مثل چی بیماری های نوی پیدا شدن که در پیشینیان نبودن. به همین سبب اگر که فاحشه در همون قوم فرا گرفت، پهن شد، پس همین بیماری ها در همون قوم پهن می شوند. بیماری های کشنده هستند. سپید آدم می کشد که در پیشینیان آنها وجود نداشتند در امت های پیشتر. و باز پیغمبر می گوید که دویم سبب گفتیم چی است؟ نقص کردن، کم کردن در وزن در وقت ترازو. پیغمبر چی میگه؟ ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. دیم سبب از سبب های فقر و رفتن برکت یا که رزق من شدن رزق روزی این چی است؟ پیغمبر چی میگه؟ هنگامی که در ترازو مردم فریب میکنن 100 گرم 200 گرم چیزی نباشد، این مراجعت به کی است؟ این به سوداگران است. مراجعت برای شماست. گمان نکنید که من 100 گرم 200 گرمی که فریب میکنم و برای من مال من زیاد میشود. نه، برعکس برادر گرامی، خواهر گرامی، فریب نکن هرگز. اگر تو پیغمبر باوری داشته باشی، پیغمبر میگه که وقتی که در ترازو فریب کردن، پس الا اخذوا بالسنین، الله عز و جل برای آنها قحطی را میارد. پیغمبر چی میگه؟ و شدت المؤونه، در آنها قحطی، خشکسالی، نباریدن باران، کم شدن آب، قیمتی، همه چیز نرخش قیمت میشوند. مردم توشه کم دارند، مردم در خانه‌اش زندگی سخت دارد. در همونها همین به سبب چی؟ همه این به سبب چی میشود؟ همه این کمبغلی است، همه این بینوایی است. برای همین انسان وقتی که در ترازو فریب میکند مردم به همین چیزها، به همین خشسالی و به همین قحطی و به همینا گرفتار می شود. حتی به چی گرفتار می شود؟ به جور سلطان. حتی الله عز و جل به آنها پادشاهی می بیارد که آنها را ظلم می کند. به سبب چی؟ به سبب گناهان خودشون که گناه می کنند، مردم فریب می کنند. در ترازو مردم فریب بینن، گمان می‌کنند که ما فریب میکنیم، این چالاکی ماست که ما از روی چالاکی فریب میکنیم. نه، برعکس. برای همین انسان باید در ترازو برادرش فریب نکند. این بود دیم سبب از سببها که کم کردن وزن در ترازو یا که فریب کردن در ترازو. سوم گفتیم ندادن زکات. چند فایز مردم مسلمان زکات میدهد؟ در جهان میگن 5% مردم مسلمان زکات میدهد، 95% دیگه زکات نمیدهد. پیغمبر چی میگه صلی الله علیه و سلم در این حدیث؟ ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء. ای وقتی که زکات مالشون میگن ندادند، زکات مال حق بینوایان است، حق کمبغلان است، حق آنهایی که ندارند حق آنهاست. در مال ثروتمندان، در مال کسی که دارایی دارد، مال دارد، در مال یا حق کمبغل است. پس وقتی که مال زکات ندادن، الله باران از آنها من میکند. باران سبب چی است؟ سبب رزق است، سبب رویدن رستنی ها و رویدن همه چیز. پس پیغمبر میگه ولولا البهائم لم یمطروا. اگر که حیوان ها چارپایان نباشند، خزنده ها و چارپایان چیزی نباشند، الله برای آنها باران نمیفرستد. به سبب حیوانات و خزنده ها که دعا میکنن، الله به سبب آنها به مردم، به مسلمان و غیر مسلمان چی؟ باران میفرستد. برای که مردم سزاوار این نیستند. این دلیل است که الله چقدر سخت از مردمی مسلمان در خشم و غضب است، برای آنه که آنها را رزق نمیدهد مگر به سبب چی؟ به سبب چارپایان. گویا که چارپایان در نزد الله از چی؟ از ما بهتر است. اگر به همین عمل ها دست زنن، به همین گناه ها دست زنن، گویا که چارپایان از ما بهتر است. چهارم سبب از سبب های منع رزق این چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که ولم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله. در حالی که شکستن پیمان الله و شکستن پیمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله، الله برای ما چی گفته است و رسولش برای ما چی گفته است، چی وصیت و چی نصیحت کرده است، ما عهد و پیمان شکستیم. اون عهد و پیمانی که الله و رسولش از ما گرفته بود که ما به این عهد و پیمان وفا کنیم، نه که ما به این عهد و پیمان وفا نکردیم. برای همین پیغمبر چی میگه؟ الا سلط الله علیهم عدوا من غیرهم. الله عز و جل بر سر آنها دشمنی را میبیارد که از قوم آنها نیست. دشمن که به یک دولت که درآمد، خیلی که حاضی و سوریه و عراق و به دولت‌های مسلمانی به همش، خیلی که کافران حاضی سرور و سرداری همه دولت‌های مسلمانان، همه را غارت کرده ایستادن و رفته
در همون دولت ها گرفته مردم کشته، ثروت و مال و دارایی مسلمان ها را از دولت هاشون میگیرن میبرن، میدزدن. چی ممتلکاتی دارن، چی مال دارن، ثروت دارن، طلای دارن، چی خیرات دارن، از دولت هاشون، دولت های مسلمان میگیرن میبرن. به سبب چی هستیم؟ وقتی که کافر که اومد دولت تیره ثروتمندیش گرفت، مال و اموالش گرفت، دارایات گرفت، پس تو کم بغل نمیشه و بینوا نمیشوی. این از سبب است که عهد و پیمان الله شکستن. پنجم از سبب هایی که به انسان فقر و بینوایی میبیارد این چی است؟ حکم نکردن به حکم الله، حکم الله دور کردن، قانونی دستگزار اطاعت کردن و او را چی کردن؟ پهن کردن، نشر کردن. پیغمبر چی میگه؟ و ما لم، امی حدیث است همش، و ما لم تحکم ائمتهم بکتاب الله عز وجل و یتخیروا فيما انزل الله. ای هنگامی که حکم نکنن امامان ما، پادشاهان ما حکم نکنن به کتاب الله عز وجل، حکم نکنن، حکم الله ترک کنن، یا که بعضی از حکمای الله اختیار کنن بگیرن بعد دیگه نگیرن، نیمشه بگیرن نیمشه نگیرن، کدامش برای آنها پسند است او را میگیرن، کدامش پسند نیست نمیگیرن، در کدامش برای آنها فایده است او را میگیرن جاری میکنن در چی؟ در دولتشون و تطبیق میکنن او را و امر میکنن به همون چی و دیگر حکم های الله برپا نمیکنن. همه خیلی میشوند که بعضی دولت هست که تماما حکم های الله تطبیق نمیکنند، بعضی دولت هست که بعضی احکام اسلام و احکام شریعت تطبیق میکنند، مثل طلاق و نکاح و میراث و یک بعضی. برای همین مثل یهودان میشوند که میگه که مثل که به بعضی کتاب ایمان میارن و بعضی گش ایمان نمیبرن، بعدش میگیرن و بعدش ترک میکنن. پیغمبر چی میگه وقتی که ترک کردن حکم تطبیق کردن حکم شریعت اسلامی را؟ الا جعل الله بأسهم بینهم، پس الله بین آنها دشمنی می اندازد، بین خودشون دشمنی می اندازد، به همدیگر دشمن میشوند. برای چی؟ برای که تلاش و کوشش دنیا را دارن، نه تلاش و کوشش آخرت. پس الله عز وجل از دلهای آنها خیر میگیرد و برای آنها الله عقوبت خودش، جزای مجازات خودش میفرستاند. این یکی از چی است؟ سبب های فقر و بینوایی که تطبیق شریعت اسلامی، تطبیق احکام الهی از همه حکم های بهتر است، یعنی که احکام عدل است و برکت دارد. کسی که تطبیق میکند الله برای برکت میدهد، در مال و در دولت برکت میدهد، در اقتصادش برکت میدهد، در سیاستش برکت میدهد. یک صاحب نفوذ و صاحب شأن و شرف میشود. و در این حدیث هم آگاهی است که مسلمان باید از گناه ها دور شود، که انسان گناه که کرد گناه برای او چی را؟ عقوبت میبیارد، با ابتلاعات دچار میشود. برای همین انسان باید از گناه دور شود. و چخلیک پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که گناه هم چی گناهی نباشد، خود گناه هم سبب محروم شدن بنده از رزق الله است. إن الرجل لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، یعنی حتی گناه کردن، انسان وقتی که گناه میکند، میگه مرد وقتی گناه میکند به سبب گناهش از رزق محروم میشود. برای همین چی گناهی نباشد که گناه وقتی مرتکب گناه که میشود الله عز وجل برای او رزق کم میکند، یا که او محروم میشود از رزقی که الله برای او میداد، یا که از برکت هم رزق محروم میشود. این حدیث بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین حدیث برای ما شرح داد که ما باید از گناه دوری جوییم و برای ما این علامت نبوت پیغمبر است، نشانه های نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما یک چیزی را برای ما خبر میدهد که او در حاضره ما رخ داده ایستاده است. باز یکی از ششم است از سبب های منع رزق و سبب هایی که انسان به فقر و به بینوایی نزدیک میکند این چی است؟ این خوردن ربا. شخلیک پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنه، کدام قومی که در من قوم پیدا می شود معامله با ربا پهن می شود، مردم بر ربا بسیار سر و کار میکنند، پس وقتی که همین حال شد برای مردم، برای یگان قومی، پس الله عز و جل میگه آنها را به چی؟ به کم بغلی و بینوایی دچار میارد. کسی که بر ربا سر و کار دارد، به پرتین سر و کار دارد، همه وقت او در چی است؟ در خسارت است، در زیان است. برای این انسان باید فرق ندارد در دار الکفر است یا که در دار اسلام است، فرقیتی ندارد، در جای نباشد. ربا در همه حالت حرام است. چخلی که الله عز و جل میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، ای آنانی که ایمان آورده اید، ای آنانی که شما میگوید دعوا میگید که ما ایمان آورده ایم، از الله بترسید و آن چیزی که باقی از ربا باقی مانده است او را ترک کنید اگر شما مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اگر شما
این کار انجام ندادید، خود را منع نکردید، دست نکشیدید از معامله کردن با ریبا، پس به الله و رسول شما حرب اعلان کردید. و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر شما توبه کردید پس برای شما همون سرمایه مالتون میگیرید. لا تظلمون ولا تظلمون، نه شما یگان کس از ظلم میکنید و نه یگان کس شما را ظلم میکند. و چه خیلی که پیغمبری بزرگوار از کی ابن عباس میگوید رضی الله عنه از پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم، اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. در کدام از ابن عباس روایت است که از پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید در کدام قومی که زنا یا ربا فاش شد، در کدام قومی، در کدام شهری، در کدام قشلاقی، آنها برای خود عذاب الله می آورند. میگیم که شایسته عذاب الله می شوند یا که عذاب الله برای خود جلب میکنند، می آورند. باز یکی از سببهای منع رزق و انسان به فقر نزدیک کردنش این دروغ گفتن. چقدر در حدیث ما شرح داده بودیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که فإن صدقا و بینا بورک لهم فی بیعهما، اگر راست گفتند و بیان کردن در همون خرید و فروشون، هم فروشنده و هم خریدار راز گفتن، پس الله در همون خرید و فروش، در سودای آنها برکت میدهد. و این کتم و کذب، اگر که دروغ گفتن در خرید و فروش، دروغ گفتن و سر پنهان کردن، پس الله فقر برای آنها میبارد و همون خرید و فروش همون برکتی همون در همون خرید و فروشون نیست میشود، الله برکت میگیرد از همون خرید و فروشون. برای همین انسان باید دروغ نگوید در یگان حالت، نه در خرید و فروش، نه در یگان چیز دروغ باید نگوید. باز یکی از سببهای منع رزق و نزدیک شدن انسان به بینوایی و دچار کردن الله را به کمبغلی و بینوایی این احتکار است. احتکار این معنای چرا دارد؟ احتکار معنایی که انسان یک بار میگیرد و یگان سم میخرد پنهان میکند، که مردم در بازار با احتیاج همون را پنهان میکند، وقتی قیمتی دور میگیره میفروشد. همون مالی که او در بازار مردم احتیاج دارن و میخرد، همه را میخرد و پنهان میکند، بعد وقتی قیمتی میفروشد. از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قال سمعت الرسول صلی الله علیه و سلم یقول، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من احتکر علی المسلمین طعاما، کسی که احتکار میکند بر مسلمان ها طعام را، یک طعام را احتکار میکند، پنهان میکند و که نرخ زیاد شد او را بفروشد، ضربه الله بالجزام، الله عز وجل برای او چرا میبرد؟ کسری جزام، سری پوست. والافلاس، افلاس یعنی که همون کساد در اقتصادش. حدیث صحیح است، بعضی اهل علم صحیحش میگن، بعضی ضعیف میگن، یک بیشتر اهل علم صحیحش میگن. باز حدیث دیگری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من دخل فی شیء من اسعار المسلمین لیغلیه علیهم فإن حقا علی الله تبارک و تعالی ان یقعده. کسی میگوید که کسی که در نرخ، مثلا نرخ یگان چیز در بازار نرخ قیمت میکند، یعنی سبب میشود در قیمت کردن نرخ، گران کردن نرخ‌های بازار، پس میگوید که الله عز و جل میگوید حق است که اون انسان را الله عز و جل روز قیامت در یک جای بزرگی از آتش روز قیامت بنشاند، در یک جای از آتشی بزرگی. خلاصه همین بود بعضی از سبب‌هایی که رزق برای انسان منع میکند و انسان به کمبغلی و بینوایی میبرد. خیلی باز دیگر هم هستند که فریب کردن در تجارت، فریب کردن یا که سودا کردن چیزهای حرامه، یعنی که فروختن چیزهای حرام مثل عرق باشد، گوشت حرام باشد، خلاصه چیزهایی که حرام هستند یا که در آنها شک است. این هم انسان مسلمان، یعنی که انسان یک مسلمان به چی میبرد؟ به کسادی میبرد، به بینوایی. به چی میبرد؟ به کمبغلی میبرد، به بینوایی میبرد. از دعای که خود را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.